نغمه در حالت مرگ و زندگی در شفاخانه امریکا. گریه‌های منگل و شوهر دوم نغمه. مبتلا شدن نغمه به سرطان. اما چرا؟ خواهش نغمه از تمامی دوستداران و علاقه‌مندانش. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. نغمه یا شاپیرای یکی از هنرمندان پیشکسوت، سابق دار و ناماشنا در هنر موسیقی افغانستان، بالخصوص زبان پشتو می باشد. نغمه کارهای هنری خود را بیشتر از 50 سال قبل در افغانستان آغاز کرد. وی تا چند قبل هم آهنگهای تازه برای دوستداران و علاقه‌مندانش می سرود. اما جدیدا نغمه در حالت ناگوار در شفاخانه در امریکا بستری است و دلیل مریضی نغمه معلوم شده است. وی به سرطان مبتلا شده است. نغمه در شفاخانه از تمامی دوستداران و علاقه‌مندانش بخشش و طلب دعا کرده است. این همه در حالی است که شوهر دوم نغمه و منگل برای صحتیاب شدن نغمه دعا و گریه دارند. نغمه بعد از جدا شدن از منگل به بار دوم ازدواج کرد، ولی تاکنون در هیچ برنامه تلویزیونیش با شوهر دومش یک جا ظاهر نشده است. اما همیشه رضایت 100% از شوهر دومش داشته است. نغمه از منگل دارای 5 فرزند می باشد که با فرزندانش در کشور امریکا زندگی می کند. من هم آرزوی صحت یاب شدن برای بانو نغمه از بارگاه عزت منان خواهانم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و علاقه‌مندان نغمه به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید. ویدیوهای من را لایک نموده و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. سلامتی شما عزیزان آرزوی من است. تا درودی دیگر، بدرود.